سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز کانال یوتیوب آکادمی مالیات علی سرحدی. امروز در این ویدیو میخوام یکی دیگه از باورهای غلط مالیاتی که بسیاری از مردم به اون اعتقاد دارن و فکر میکنن این گونه هست رو با هم دیگه بررسی کنیم. خیلی از افراد فکر میکنن اگر ملکی که در مالکیتشون هست رو رهن بدن، اصطلاحاً رهن کامل بدن، دیگه مشمول پرداخت مالیات اجاره نیستند. میگن مالیات اجاره مالیاتیه که بر درآمد اجاره وضع میشه. منی که ملکم و رهن کامل دادم و مبلغ اجاره ماهانه‌ای دریافت نمی‌کنم، دیگه مالیات اجاره برای من موضوعیت نداره. این پول رهنی هم که گرفتم سر سال باید به مستاجر برگردونم. من چه درآمدی کسب کردم؟ یه پولی رو قرض انگار گرفتم که سال بعدم باید پس بدم. آیا این باور و این نظر درستیه؟ پاسخ بنده به این سوال خیره. به هیچ عنوان چنین نظری نظر درستی نیست. بخشنامه‌های متعددی هم در این خصوص سازمان امور مالیاتی داره و عنوان میکنه که همچین حرفی اشتباهه و حتی در صورتی که شما ملکتون رو به طور کامل به رهن واگذار کنید باز هم میتواند مشمول مالیات بر درآمد اجاره بشود. حالا داستان از چه قراره؟ ما در بحث مالیات بر درآمد اجاره برای تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره دو تا روش کلی داریم. حالا این هر کدوم از اینها و کلا بحث تعیین روش ها جزئیات خیلی بیشتری داره. دو تا روش کلی و اصلی داریم. زمانی که میخوان درآمد مشمول مالیات اجاره یک فردی که ملکش رو اجاره داده محاسبه کنند، دو تا روش اصلی وجود داره. روش اول اینه که بیایم درآمد اجاره رو بر اساس خود قرارداد اجاره فیمابین تعیین کنیم. آقای مؤجر، آقای مستاجر، قرارداد اجارتون ماهی چقدره؟ ماهی 100 میلیون تومان. همین مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره میشه. این 100 میلیون تومان ضرب در 75% میشه، چرا که 25% از درآمد اجاره بابت هزینه‌های استهلاکات و نگهداری کسر میشه. درآمد مشمول مالیات خالص به دست میاد. حالا اگر مؤجر شخص حقیقی باشه ضرب در نرخ ماده 131 میشه، اگر مؤجر شخص حقوقی باشه ضرب در نرخ ماده 105 میشه. این حالت اول، مبنا خود مبلغ مندرج در قرارداد اجاره است. حالت دوم، کاری به مبلغ قرارداد اجاره دیگه نداریم. تو این حالت سازمان مالیاتی در این حالت میره بر اساس ارزش گذاری که خودش انجام میده هر ساله که بهش میگیم جدول ارزش اجاری املاک مشابه، میره مالیات اجاره شما رو بر اساس اون درآمد و مبالغی که تو اون جدول تعیین شده حساب میکنه. یه جورایی میشه گفت شبیه حالت علالرأس‌طور. یعنی میگه آقا من اصلا دیگه کاری به قرارداد شما ندارم، من بر اساس مثلا ملک شما تو محله مثلا سعادت آباد تهرانه، متراژش هم انقدر، کاربریش هم انقدر، بر اساس جدول ارزش اجاری املاک مشابه اینجا ماهانه مثلا هر یه مترش اجارهش انقدره. حالا متر شما که ملک شما که مثلا 120 متره، درآمد اجاره ماهانه و سالانش میشه انقدر طبق این جدولی که من دارم، منم بر همین اساس مالیات رو حساب میکنم. حالا مسئله چیه؟ چه زمانهایی مبنا میشه این جدول سازمان مالیاتی؟ میگیم زمانی که قرارداد اجاره وجود نداشته باشه، یا وجود داره ولی از ارائه اون خودداری میشه، یا متداول ترین حالتش زمانی که مبلغ اجاره فیما بین، مبلغ قرارداد اجاره‌ای که بین مؤجر و مستاجر وجود داره، کمتر از 80% این جدول ارزش اجاری املاک مشابه خود سازمان باشه. سازمان میگه من یه جدولی دارم خودم تعیین میکنم، اگه قرارداد اجاره بین شما 80% این جدول من یا بیشتر بود همون ملاکه، کمتر از 80% این مبالغ من بود، من دیگه با مبالغ قرارداد بین مؤجر و مستاجر کاری ندارم، میام بر اساس همین جدول خودم حساب میکنم. این عرایض بنده همه بر اساس قانون، فکر نکن چیزی رو از خودم دارم میگم. حالا در رهن کامل یعنی چی اصلا رهن کامل؟ یعنی رهن یه عددی، اجاره صفر کمتر از 80% هر مبلغی تو این جدول سازمان مالیاتی هست یا نه؟ صفر هر عددی یعنی 0% دیگه. یعنی اینجا تو این جدول 1000 تومان هم باشه صفر کمتر از اینه، به 80% هم نمیرسه حتی. پس وقتی میگیم رهن کامل یعنی اجاره صفر. خود مبلغ رهن که تو محاسبه مالیات اجاره اصلا دخل و تصرفی نداره به هیچ عنوان،
تحت هیچ شرایطی. ما با مبلغ رهن اصلا کاری نداریم. اجاره صفره. اجاره صفر یعنی کمتر از 80% این جدول ارزش اجاری املاک مشابه. پس سازمان مالیاتی بر اساس همین جدول مالیات اجاره رو محاسبه میکنه. دقت میفرمایید؟ پس در قراردادهای اجاره‌ای که اجاره‌ای در اون نیست و مبلغ رهن کامله، بر اساس این قاعده و توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم، باز هم مؤجر و صاحب ملک مشمول پرداخت مالیات اجاره خواهد شد. در این ویدیو یکی از باورهای غلطی که بسیاری از مؤجرین و صاحبین املاک فکر میکنن اگر ملکشون رو رهن کامل بدن دیگه لازم نیست مالیات پرداخت کنن و باور غلطی بود رو با همدیگه به طور کامل بررسی کردیم. امیدوارم توضیحات بنده براتون مفید بوده باشه. سپاسگزارم از اینکه با من همراه بودید.